حضرت قصه میکنه در مثنوی شریف، یک حکایت بشنو از تاریخ گوی، تا بری زین راز سرپوشیده بوی. مارگیر رفت سوی کهسار، تا بگیرد او به افسونهاش مار. یک مارگیر به دست مارباز در کیستان مار بسیار می شود. یک روز برای شکاری مار کیستان می رود. مار زهرش می فروشن، پوستش می فروشن، بعضا خچ زنده می فروشن. از همین خاطر مارگیرها هم یک درآمد دارن. اژدهای مرده دید آنجا عظیم، که دلش از شکل او شد پر زیبیم. رخانه شفا فرما داروهای طبیعی را به شما پیشنهاد میکند. سامیون وان برای شخصانی که خراب هستند و میخواهند وزن گیرند. ام پلوس اپیمدیوم برای با قوت شدن، خوب کردن گردش خون، برای طولانی کردن همخوابگی. ماس پیگمنتو برای کسلی های پسریاز و سفید شوی پوست. بین داکس برای ریزانیدن کرم های معده و روده. مینوکسیدیل برای برآوردن ریش و موی سر. کرم فرانک برای دراز نمودن مهلت همخوابگی. ماسلا خیلبی برای ریزانیدن سنگ‌های گرده و تبابت آن. فات زورب برای کم کردن وزن زیادتی. السلام علیکم دوستان عزیز. آیا شما برای گذشتن از سرحد دشواری میکشید؟ مهلت حجت‌هایتان به آخر رسیده است. پس من برای شما خدمت رسانی شرکت نور محمد را پیشنهاد میکنم. با ماشین‌های نو و زمانوی، با باوری و اعتماد کامل، توسط رانندگان مرد و زن، شما را از منزل استقامتیتان تا خط سرحد برده برای عبور مرز مساعدت می نمایند. یادآور می شویم که اگر شما از نام شبکه حاجی میرزا مراجعت نمایید، برایتان تخفیف ارائه کرده می شود. رقم ها برای تماس: جمع 7 926 319 59 61. مار بسیار می شود. یک روز برای شکاری مار کیستان می رود. مار زهرش می فروشن، پوستش می فروشن، بعضا خچ زنده می فروشن. از همین خاطر مارگیرها هم یک درآمد دارن. اژدهای مرده دید آنجا عظیم، که دلش از شکل او شد پر زیبیم. یک اژدها دید، ماری به حد کلان، همین قدر کلان بود که همون مردگی بود. دیدش میگه تلخش کفید. به همین درجه بدوایی ما بسیار با هیبت. مار خودش چیزی با هیبت های. شاید یکون اناکوندا دید است توخی. او همه مرده گمان بردش، ولیک زنده بود و او ندیدش نیک نیک. اوزی سرماها و برف افسرده بود، زنده بود و شکل مرده می نمود. ای خلکی را کرخ شده بود است. این مار رو حیوانهای خزنده میدونه یک کرخت میشون اگر خنک شوه. کرخ شده یک خنکی را این خیالی کرده است مرده است. خشرو نگهش نمیکنه، گمان کرد که مردگی ای. مارگیر آن اژدها را برگرفت، سوی بغداد آمد از بحر شگفت. گرفت در یک خلطه کلان بارش کرده، در عربه بستش کشید آوردش به شهر بغداد برای تماشا که مردم در حیرت میمونن. جمع آمد 100,000 ژاژخا، حلقه کرده پشتی پا بر پشتی پا. همه آدم بیکار خوجا بسیار ای اوازه شد. یک وقت 100,000 آدم میگه تماشا اومدن. میگن مارگیر اژدها آورده است، بلعجب نیکو شکار کرده است. بچه گفتن یک مارگیر اژدهاری بسیار بدوایی ما آورده است، خوب ببینیمش چخیله. اژدها که زمهریر افسرده بود، زیر 100 گونه پلاس و پرده بود. در بلاش لطفته بسیار پرت افته است که یکی بعد نشانش بتمام ای مردم پول جمع کنم گفته حکم. آفتاب گرم سیرش گرم کرد، رفت از اعضای او اخلاطی سرد. آفتاب که تافتش آفتاب بغداد، آسته آسته کرختش از بدنش دور شد. مرده بود و زنده شد او از شگفت. اژدها برخیش جنبیدن گرفت. اگر 8-10 متر باشه تلخت میکرد واقعی. یا وقت همون چیزی مردگی در حرکت در اومد. خلق را از جنبش آن مردمار، گشتشان آن یک تحیر 100,000. دیگه مردم در دهشت زدن. بس خلایق
در هزیمت بس خلایق کشته شد، از فتاده کشتگان 100 پشته شد. دیگه داد فیغان شد این خونه سوخته زنده به دست گفته مردم همدیگر را در ازدحام زیر پا کردن. چنان ازدحام میشید که دیگر بیچاره آدمای غلطیدگی را دیگرها لغت کردن. اگر هم یک فتنه شود تو میدونه که چیکار میشود، دیگه سری راه مردم گرفته نمیشود. صدها آدم میگه در زیر پای مردم کشته شد. مارگیر از ترس بر جا خوش گشت که چی آورده من از صحرا و دشت. گفت خاک در سرت ایچی بلا بت آوردی، ایچی کاری بت کردی. اژدها یک لقمه کردان گاج را، سهل باشد خانخواری حجاج را. در پیش 6 تا دیگه شوخ شده که اول چیزی که در پیش چشمش غلطید اما مارگیر بود. این چند ماه طعام نخورد است آخی در حالتی که رختی همین اول همین را گرفت کرد کرد. مورای کلون در میکشن کو خیش را بر استون پیچیده بست، استخوان خورده را در هم شکست. بعد به عادت مورا خچه در یک ستنی غوث پیچون اما یک کشیدش تمام استخوانای بدن در شکم مور همه خورد و میده شد. ببینی یک فتنه اکو مور بسیار نمیخوره، همه یک آدم خورد سیر میکنه یک هفته دیگه شاید بگرده. اما یک فتنه ببینه که سبب کشته شدن هزارها آدم شد. هزارها آدم زیر پا موندن، زیر قدم موندن. برای چی؟ برای احمقی یک بفراست که ماری زنده را مرده گمان کرده و برای یک تماشای به معنی گرفته است آورده است. برادرای عزیز از فتنه احتیاط کنید، از فتنه احتیاط کنید که فتنه بسیار وزنین است، فتنه بسیار گران است. افسوس و صد افسوس همه ما هم که آدم مشیری خام خورده ایم دوست می‌داریم هر خیل سنساتسیا را، گپای بیهوده را، گپای بی معنی را. اولش که هر سخن قبول نکنه باور نکنه، دومش که فندی هر کس نخره. امروز در جامعه دشمنای هست، شخصایی هست که آرامی را نمیخواهند، انمی تنجی را نمیخواهند. از برای خدا این نعمت آزادی، نعمت آرامی و نعمت تنجی نعمتی هست، این را به مال مهنت دنیا خریده نمیشود. شما میدونید این بسیار نعمتی بزرگ است که آرام کجای بخواهی بروی، هر چیزی میخواهی بخری، چی نوعی میخواهی زندگی کنی، بخواهی مسجد برا، بخواهی بازار برا. این نعمت است، بسیار نعمتی بزرگ است. شما را به خدا قسم مخصوصا جوانا بسیار احتیاطکار باشه، در همین جاده بسیار احتیاطکار باشه که با مبادا فند و فریب کسی را بخری. ما شکر میکردیم که الحمدلله در سرزمین ما همین بعضی عملهای ناشایسته که متاسفانه دشمنای اسلام با نام اسلام از نام مسلمان ها انجام میتن نیست، نبود، مثل ترکیش، مثل کفاندن نفس، همه چیز الحمدلله در ما نبود. اما ببینه که امروز کوشش کرده زیان که همه را در سرزمین ما هم جاری کنن. این چی اسلام است که آدم در میانش دینامیت ببنده و خشب را در پیش مسلمان ها بتر کنه؟ از برای خدا کجایی را اسلام میگن؟ یک ذره اندیشه کنی برادر عزیز، پیش از او که با کار میروی مردا از احوال فرزنداتو با خبر باشه که انمو مثل انمو مور برین دشمن افسون داره، حیله داره، با سخنای نرم گرم، با سخن از اسلام و نمیدونم از افتخارات اسلامی بچه هایش گرم کرده و در دام خود نغلطونه. باور کنه این استقلالیت، این آزادی که ما و شما داریم بسیار نعمتی بزرگ است. احوالی برادرای افغان ببینید 30 سال شد هیچ آرام نمیشوند، هیچ تین نمیشوند. حال زاری عراق ببینید در طرز حراس باشه که بازار میرم که یکی یگون کس خچه بکفونه. از برای خدا همین اسلام است؟ مسلمان نخو خچه بیاره در پیش مسلمان ها بکفونه؟ کجای اسلام است؟ مرکزی اسلامی جمهوری تاجیکستان راستی یک مراجعتنامه نوشته است. مراجعتنامه در مسجد در نمازهای 5 وقته، در نمازهای وقتی خوانده شده است. همه مسجدهای قزاقستان الحمدلله این خوانده شد. من گمان میکردم که شما هم ایرا در مسجدات خواندن، برای که در تمام مساجد جمهوری باید که همین پخش شود. و واقعا بعضی عملهای شنیع، بعضی عملهایی که دلالت به تروریسم دیگر میکنن از جانب مرکز اسلامی سخت محکوم شده است. اینجا ما امکانیت کلا خواندن ایران نداریم. اما باز براتون میگم برادرای عزیز، کشتن مسلمان بزرگترین جنایت است.
کشتن مرد مسلمان اگر تو میدونی که همون مسلمان است بزرگترین جنایت است، خدا را خوش نمیآید. کشتن یک شخص خدای تعالی با کشتن تمام مردم، تمام انسانیت برابر کرده است اگر مسلمان باشه. من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا. هر کسی میگوید خدای بزرگ یک شخصی را به عذر، به جنایت، به کشتن دیگر کس به قتل میرساند، این گویا که تمام مردم در یک جایگی کشته است. قتال المسلم کفر، در حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم اومده است کشتن مرد مسلمان کفر است. ما حق نداریم این کارا کنیم از برای خدا. تا کی ما مثل کودک هستیم ما را فند فریب میکنن دشمنای اسلام، کسایی که در خون اسلام تشنه هستند، ما و شما را فند فریب میکنن، در میان ما نمیدونم بمب و گرانت هم میبندن و میبرن در یک جا ما خودمون بهتر کنیم. کسایی این کارا میکنن حرام میمرن، حرام، از رحمت خدا دور. فردا روز قیامت با او کسایی که به سبب ترکاندن یا کشته شدن همه دومانگیر هستند. تا زمانی که او شهید، او شخصی کشته شده گناه قاتل نبخشد، خدا به هیچ وجه نمیبخشد. برای این مسئله بسیار مسئله جدی است برادرای عزیز، بسیار باید احتیاط کنیم. شما کتابای فقهی را ببینید، یک قلعه مسلمانان، مثلا کتاب جهاد است، قلعه از کفار بر ضد مسلمانان جنگ میکنند، مسلمانان قلعه را فتح کردند. اگر میگه در میان مردم همون قلعه مسلمان اگر اسیر باشد، مسلمانان حق ندارند که اهل اون قلعه را قتل کنند که یکی خدای نکرده همون مسلمانی اسیر نباشد. این شما میفهمید که حکم انسان، خاصتا او انسان وقتی که مسلمان است، در پیش پروردگار چقدر بلند است. از همین خاطر انشاءالله قوم مسجد ما که همه بسیار جوانای دانشمند عاقل با عقل هستند، زیرا اکثریت این مسجد شخصی تشکیل میکنند که از علوم اسلامی برخوردار هستند، طالب علم هستند، در دانشکده و دانشگاه های دنیوی و دینی میخوانند. از همین خاطر من یقین دارم که ما هرگز به فند و فریب دشمنا داده نمیشویم. اگر مبادا در کجای همین کارهای نامشروع هم که دیده، زود صد راه شوه، زود این راه من کنه که خدای نکرده مثل همو کفکز سرزمین ما هم به همین بلا گرفتار نشود. که باور کنه قسم به خدا این عمل بسیار عملی نوجوان مردانه است، بسیار عملی بی‌غیرتانه است. از خداوند متعال تمنای آن را دارم که پروردگار استقلال و آزادی و آبادی و فیض و برکاتی را که به این سرزمین عطا کرده است دیگر از ما دور نسازد و خداوند مردم مسلمان این سرزمین صاحبی هوشیاری و بیداری گرداند که مکر و فریب و دسیسه دشمنان را نخرند و پروردگار مساعدت فرماید که همیشه هوشیار باشیم. خدایا محبت این سرزمین، محبت این دین بزرگ در قلبامون جای کن. پروردگار فراست اسلامی برامون عطا کن. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرموده است اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور الله. از فراست مؤمن اندیشه کنید که مؤمن به نور خدا نظر می اندازد. پس پروردگار حقیقت از باطل برامون آشکار ساز، نگذار که فند فریب دشمنان اسلام اخریم و خداوند و اسلام عزیز در سراسر عالم منتشر پیروز گردان. عقب باقی مانده قصه مون میگیم. حضرت مولوی قصه را بیهوده نمیگه، فقط برای حکایت کردن نمیگه. حضرت میفرماید نفستش در هاست او کی مرده است، از غم و بی‌آلتی افسرده است. انمو اژدها نفسی تای، او مردگی نیست. تو خیال نکن که نفس ما کشتم، یک ماه روزه گرفتم نفس ما کشتم، نه. او از غم و بی‌آلتی، از همون امکانیت نداشتن، مثل که مار کرخت میشود کرخ شدگی ای. کرمک است آن اژدها از دست فقر، اژدر گردد ز جاه و مال و سقر. ولی رنگی کرمک است برای که فقیری، انا صاحب مال و ثروت شدی، صاحب وظیفه و منصب شدی، او خانه سوخته اژدها میشود، انا با شروع میکنه کارا. بله بسیار کسایی را دیدم که در وقت فقیریشون رمزخوان بدن، خدا ترس بدن، نسبت مردم مهربان بدن، اما وقتی که صاحب وظیفه و منصب شدن خودشون گم کردن، خدا را فراموش کردن. نماز چی؟
جبر و ظلم دولای مردم رو میبینن. زیاد دیدین. ببینه کیرمک از آن اژدها از دست فقر، اژدره گردد زی جاه و مال و سقر. تو طمع داری که او را بی جفا بسته داری در وقار و در وفا. تو طمع داری و باور داری که به یگان مشکلی این نفس هم میگیرم میبندم، مثل که مارگیر ما را بسته بود. هر خسی را این تمنا کی رسد، موسی باید که اژدرها کشد. به هر خور خس این تمنا نمیرسه. برای این اژدها را کشتن موسی در کار، شخص بنده خدا در کار، اولیای خدا، دوست خدا، یا کسی که محبت به خدا در وجودش آنچنان مستولی است که دنیا را پشت پا میزنه، به هر کس میسر نمیگردد. در سر دسترخوان شیشته که آواز اذان شنیدی، این نفس میموند ای بچه این آش افغانی بدست بزن، آش هر روزی تری آش میسر میشوه. بعد خیلی نماز خدمت در اینجا جماعت میکنیم میخونیم، همین خیل نیست. همین کشید بفهمم او اژدها در کار درآمد. اناکوندا حرکت کرده است، اشته در سرت بگی. برای او را افسرده کردن، برای او را رام کردن مرد بدن در کار. جوان مرد با شیر مردیت سبگ ابلیس سید کرد، ای به هنر بمیر که از گربه کمتری. راستی که موضوع خشوع یک کم دیگر شما انشاءالله خیلی هفته دیگر هم هفته سوال و جواب قرار میتیم. من برای همین سوال و جواب نمیکردم، هم سالیانی در روز یک سوالم یک ساعت میره با تمام نمیشه. همین قدر کوشش میکنم که سوال را کوتاه‌تر جواب بدم، نگی افسوس که نمیشه. هست پرینتر هست تایر، میدونی نه؟ ما سپرینتر نیستیم، ما تایریم. این سپرینترش هم 100 متر میدوه، تایرش بعد هم ماراتون میدوه و 1.5 کیلومتر و دیگر. نه که انشالله خیلی کوشش میکنیم هفته های آینده که کوتاه‌ترش بگیریم. افسوس صد افسوس که به همین یک جمله و دو جمله جواب گفتن بر خود مناسب نمیدونم، زیرا که انسان قانع نمیشوه. ولی در تلفن هم کار با خیلی است. زنگ میزنم، بعد بعضی برادرم میفهمونی نمیفهمی که با کی گپ زده است. یک جاهل ابله است. یک برادر دیر زنگ زده است، دوملو میگه 4 کتاب خونده استم. صاحب کتاب گفته است که شرح این هر سه نوع را گویم، زان که چوگان شرع را گویم. ما همه دور گرفته استیم فهمونده استیم که برادر چوگانش کلیوشکا میشه برای آدمایی که تاجیکی را نمیفهمند. چوگان کلیوشکا ایتا منتظر اینه که بیست بفهم. آخه معنای لغویش فهمونده است، ولی معنای شرعیش خفا میآید. عجب گپای میزنی دوملو. کلیوشکا در اینجا چی دخل داره در فقه؟ من که گفتم گپای درست میگم، نه که تو عجب ابلهی هستی، صبر طاقت نداری. آخه رو درگور کلیوشکا که نباشه تو پچخل به هدف میرسولی. مقصد که تو صبر که میگه به عقل تو صبر که مثل که با کلیوشکا همون توپ به هدف میرسونن، ما هم میگه با واسطه انمی اثرم تو را به هدف میرسونم، شرحت میتون برات. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين برحمتك يا رب.